السلام علیکم داملای عزیز و گرامی، یک چند سوالی را به شما واگذار کردنی می باشم. شما گویید که شخصی فوتیده ای که دندانهای صنعی یکی طلایی و نقره و خله و صدفی و غیره دارد، وی را جنازه کردن ممکن است یا نه؟ چون که من در یک جنازه زنی بودم، مولای جنازهگر به شهور میته رو آورده به او کاهش کرده، می گفت که می دانستی که کسل سرطان بود، چرا دندانهای او را کنده نگرفتی؟ حالا من جنازه نمی کنم. و به آدمانی در صف بوده هم خیلی سیاست هم کرد و عاقبت جنازه را خواند. یعنی انسانی که اگر در دهان خود دندانهای طلا دارند یا خوله دارند یا صدف دارند یا نوع دیگر چگونه نباشند، بر اینها نماز جنازه خواندن جایز است. نماز جنازه خواندن اینجا مانعی ندارد، لیکن دندان طلا کردن، گردنبند طلا بستن، چله در دست کردن یا ساعت طلا بستن برای مردهای امت پیغمبر خدا حرام است. برای ما و شما حلال نیست که از این طلاها ما و شما استفاده کنیم. به خدا قسم این جوانمردی شما را نشان نمیدهد، این غیرت شما را نشان نمیدهد، این مدنیت شما را نشان نمیدهد، بلکه شما زیدی گفته پیغمبر خودتان عمل کرده ایستادین در وقتی که شما چله طلا دارین یا گردنبند طلا دارین یا ساعت طلا دارین. شما با اینا افتخار نکنین، شما با عملهای صالحتان افتخار کنین، شما با همین مؤمن و مسلمان بودنتان افتخار کنین. این از همه در افتخار بلند است. دندان طلا را در صورت جایز میگن که اگر در او چی است، در او ضرورت پیدا می شود. ضرورت پیدا شد میلش جایز میگویند. امروز جمع علما همه به اتفاق دارند که وقتی که اگر دندان ضرورت شد میلش، لکن از روی زیب و زینت یا از روی دولتداری اگر دندان طلا کنی این حرام است. در نزد خدا چی میشه؟ تو گناهگار میشه. حتی در نمازهای خواندگیت هم کراهیت و نقص پیدا میشه اگر به ضرورت باشد. سلام داملا، اگر به نیت غسل باشی به سر سودا و اگر خوراکخوری بنشینی آیا جایز است؟ نه، جایز نیست. انسانی که در غسل جنابت باشد چگونه وی سودا میکند یا چگونه وی طعام میخورد؟ اینا برای آدمی که در حالت جنابت باشد جایز نیست. وقتی ما و شما در حالت جنابت باشیم باید که چیکار کنیم؟ باید در حال جنابت از وجود خودمان دور بسازیم. در حالت جنابت خوردن و سودا کردن یا با یکدیگر نشستن و معامله کردن این جایز نیستند. اینا خوب هم نیست، اینا آداب هم نیستند. مگر که در ماهای رمضان در مسئله ها میگذرد که اگر انسان وقتی که در جنابت است اگر از پی جنابت شود ممکن است که روز شود، یعنی از خوراک خوردن باز ایستد. در این صورت که ضرورت است، در این صورت اول ما طعام میخوریم بعدا غسل جنابت میکنیم. اینا فقط در ماهای رمضان آمده است. اگر شب رو به قبله خواب باشی چی میشه؟ خوب است، هیچ ضرر ندارد. رو به قبله خواب میکنی، پشت به سوی قبله خواب میکنی، این برای تو هست، این چی باکی ندارد. السلام علیکم داملای عزیز، من یک مادر اسلامی شما در هر یک نمازهای جمعه اشتراک میکردم. من از نصیحت‌های خوش اسلام و سخن‌های از صمیم دل و شیرین شما دلم به اسلام باز هم نزدیکتر شد. من پسری دارم نماز بامداد را قضا می‌خواند. بعضی این باشد مرا حقارت‌های بی‌زیب و گپش میگویم، گپم را گردانده بالایم داد میزند. من مادر اویم، در همین مسجد شما نماز میگذارد. کمی باشد با این خیل پسران نصیحت‌ها کنید. من شوهر ندارم، با این فرزندان من همچون پدر و مادر اینها را به وایه رسانیدم. التماس میکنم که این سوال مرا جواب یاب. مگر این گناه نیست؟ خداوند به این چه لعنت میکند؟ یعنی این مادری بود است که در مسجدهای ما و شما هم نماز میخواندم، فرزند او هم در مسجد ما و شما نماز میخواند. نابسته فرزند او است یا غیر فرزند او هست. ما جمعه آینده ان شاء الله چخیلی که وعده کردیم درباره پدر و مادر صحبت داریم. حق پدر و مادر و حق فرزندم بالای پدر و مادر چی هست ان شاء الله به سمع شما میرسونیم. الحال همین گفتنی هستم. پیغمبر خدا میگوید رغم انفه رغم انفه رغم انفه،
من ادرک ابویه عند الکبر او کلاهما ثم لم يدخل الجنه. پیغمبر خدا گفتند خاکالود باد بینی شما، خاکالود باد بینی شما، خاکالود باد بینی شما. بینید رسول اکرم مثل یک دعای بدی نکردند مگر انسان میگه در کدام حالت بینیش خاکالود میشود؟ وقتی که اگر در لحد خواب باشد، یعنی مثل که مردن شما بهتر است، مردن شما بهتر است، مردن شما بهتر است. این به سوی کی هست؟ به سوی کسی هست پیغمبر خدا گفت که در حال حیاتی پدر و مادر مییابد، یا یکی از اینه، یا پدر یا مادر مییابد و داخل جنت نمیشود، مردن این خیل فرزند بهتر است. یعنی از این معلوم میشود که یافتن جنت ما و شما به احترام پدر و مادر ما و شما. اگر ما نماز بخوانیم، ما روزه بگیریم، از مالمان زکات دیم، خب احترام علم علما را بکنیم، لکن پدر و مادر از ما و شما خفه باشد، ملال باشد، همه این حسنات نیکی های ما و شما نابود می شود. اینا در نزد خدا هیچ قدر قیمت پیدا نمی کنند. السلام علیکم دامنای محترم. بعد از سلام از درگاه الهی سلامتی شما را خواهانم. از شما خواهش دارم به 2 سوال من جواب دهید. بعد نماز شام 30-35 دقیقه کفایت است یا نه برای خواندن نماز خفتن؟ اگر کمی وقت را دراز کنیم قوم پراکنده می شود و دیگر به مسجد نمی آیند. البته همچنان قوم باشد که به 30 مینوت 35 مینوت طاقت داشته باشد، باور که خداوند محتاج این گونه عبادت نیست. و من کفر فإن الله غنی حمید. اگر همه شما که کافر شین، خدا میگه من بایستم و باکی هم ندارم. برای چی در عبادت خدا طاقت نمیکنند؟ در یک تلویزیونی که تمامش وجودش فساد است، برای همون را تماشا کردن ساعتها در بیخش میگلته تماشا میکنه، طاقت دارد. اگر یک معرکه باشد برای که همون زهری تنه شود خوردگیش، اگر ساعتها بشیند طاقت دارد. لیکن برای عبادت خدا که 1 ساعت یا 115 مینوت است، در طاقت ندارد. این خیل قوم هم لازم هم نیست. اگر همین خیل قوم بی طاقت باشد که 1 ساعت و 15 مینوت به کمش ایستادن در کار، حالا که امروز 1 ساعت و 30 مینوت باید بسیم و شما 1 ساعت و 15 مینوت نیستد، همون لازمش رفتنش در کار است. این گونه قوم برای مسجد لازم هم نیست. این مسلمان هم مسلمان کامل هم نیست. این اعتقاد مستحکم هم نداره. طاقت خیلی داملا را عوض کردن در کار. اگر همون داملا هم که خودش طاقت نبود، داملا هم نیست آخه. و حیف بکنه این منبره، حیف بکنه این محراب وقتی که داملا خودش آدم بی طاقت باشد. در دوام 1 ساعت باید نشیند بین قوم، مسئله خوانی کند، امر معروف کند، نهی منکر کند. این است البته وظیفه داملا و این است وظیفه قوم. این چی بود است؟ برای یک نماز جماعتی که پیغمبر خدا باری هم ترکش نکردند، در حالتهای وزنین ترین که رسول اکرم ساعتها به وفاتش مانده بود، نماز جماعت خواندن. حضرت ما و شما ترکش میسازیم، ما و شما طاقت نداریم. در روزهای گرم داخل مسجد خالی ایستاد و در صحن مسجد نماز خواندن درست است یا نه؟ درست است. در صحن مسجد هم حکم مسجد دارد. همون صحن مسجد هم که شما اگر در حالتهای گرمی که هیچ طاقت فرسا نیست، یعنی در داخل مسجد نشستن نمیشود اذیت گرمی، شما میتونید در صحن مسجد هم که نماز خوانین، ان شاء الله ثواب همون مسجد چیکار میکنین؟ دریافت میکنین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا از ثواب و ثمره این موعظه هایی که به سمع این بندگان خدا رسانیده شد، خدایا از ثواب این همه ما را برخوردار بگردانی و عاقبت همه کار ما بندگانت را به خیر بسازی. مرادها و مطلبها و مقصودهای نیکی که در دل مان داریم، خدایا با فضل کرم خود برآورده خیر بگردانی. آرامی را خدایا در روی دنیا علل خصوص در این جمهوری ما برقرار و بردوام خدایا نگه بداری. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. یک برادر بیرون از مسجد دعا طلب کردن که اپشان در دوشنبه بیمار است، خدای شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزیش بگرداند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. آمین و رب العالمین.
خیر احسان هایی که شده است به چی مراد و مطلوبی که باشد خدای مراد و مطلوب هاشون حاصل بگردانی و عمر دراز و تن صحت خدای نصیبشان بگردانی. اللهم صل على محمد و آل محمد حبیب الله